و یک مسئله دیگر را شب به خاطرم آمد. وقتی نماز خفتن را خواندیم، آن مردمی که به نماز دیر آمدند در صف‌های آخر بودند، سبحان الله، آنها خسته دوامی نماز را خواندند. بعد اینکه امام سلام داد، مثلا کسی که یک رکعت دریافت کرده است 3 رکعت میخواند، کسی که 2 رکعت دریافت کرده است 2 رکعت دیگر میخواند، کسی 3 رکعت را دریافت کرده 1 رکعت میخواند. آنها در قفا راست ایستادگی هستند. آدم‌هایی که در صف پیش نماز خواندند سلام دادند و از پیش نمازگزارها گذشته رفتند. واقعا غمگین میشود انسان که مسلمان‌ها در داخل مسجد ایستاده گناهگار میشوند. و سخن عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما، سخن امام شافعی رحمت الله علیه به خاطرم رسید که عبدالله ابن عباس میگفتند که کاش آن علمی که درباره آیات‌های قرآن من دارم تمام انسان‌ها می‌داشت. امام شافعی گفتند که کاش آن علمی که من می‌داشتم تمامی مسلمان‌ها می‌داشتند. برای اینکه انسان اگر علم می‌داشت، اما آدم‌ها از پیش نمازگزارها نمی‌گذشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که لو یعلم المار ما بین یدی المصلی ماذا علیه من الاثم، اگر شخصی که از پیش نمازگزارها می‌گذرد گناهی از پیش نماز گذشتن را می‌دانست، 40 منتظر می ایستاد. گفتن یکی از راوی ها میگوید که نمیدانم که پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 سال گفتند یا 40 ماه گفتند یا 40 روز گفتند، کمترینش 40 روز. ببینید لفظ حدیث را، اگر آدمی که از پیش نمازگزارها میگذرد گناهی از پیش نماز گذشتن را میدانست، 40 روز یا 40 سال یا 40 ماه باشد هم منتظر می ایستاد. علما گفتند که این حدیث دلالت میکند که از پیش یک آدمی که نماز خوانده ایستاده است گذشتن گناهی کبیره است. برای آنکه و اگر میدانست منتظر می ایستاد. ببینید در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ساعت نبود که گوییم 40 ساعت یا 40 دقیقه گوییم. پیامبر صلی الله علیه و سلم 40 گفتند. غالبا یا روز است یا سال است یا ماه است که اگر گناهش را میدانست منتظر می ایستاد. بنابراین از بی‌علمی مردم است که بله آنهایی که به نماز جماعت به خفتن آمدن اینها بهتر هستند از آنهایی که به نماز جماعت نآمدن. اینها بهتر هستند از آن آدم‌هایی که نماز را در نصف شب می‌خوانند. اینها بهتر هستند از آنهایی که نماز نمی‌خوانند. لیکن از سبب علم نداشتن مسجد می‌آیند، در داخل مسجد گناه کرده می‌روند. ببینید خطری بی‌علمی را. بنابراین برادرای عزیز از علم با خبر شوید، سوال و جواب ها را گوش اندازید، مسئله های علمی را گوش اندازید. نشود که شما در داخل مسجد گناه گیرید، نشود که به جای ثواب گناه گیرید. سبب چی میشد؟ سبب بی علمی. بنابراین به این مسئله ها برادرای عزیز اهمیت دهید.